درود به رفقای گل و باعش، رفقای عزیزم که قسمت‌های آموزشی رو مو به مو تا اینجا دنبال کردن و تمرین داشتن. رفقا تو قسمت قبلی راجع به بریکر بلاک صحبت کردیم. گفتیم که وقتی که همچین بریک آف استراکچری داریم اینجا، دوباره این قسمت بریک آف استراکچر داریم، بعد از اینکه برمیگرده ارده بلاک‌های اینجا رو میشکونه، دیگه این قسمت برای ما تبدیل به مقاومت میشه. تا قبلش حمایت بود، میتونستیم روش خرید بکنیم، ولی بعد از اینکه میشکونه دیگه برای ما تبدیل به مقاومت میشه. به عنوان مقاومت اینجا رو در نظر میگیریم که اصطلاحاً بهش بریکر بلاک گفته میشه که با حروف بی بی معمولا نشونش میدن بریکر بلاک رو. وقتی که برمیگرده اینجوری زیرش میمونه، نشانه‌های بازگشت رو میبینیم، میتونیم روی بریکر بلاک وارد معامله فروش بشیم در همچین شرایطی. ولی بیا حالا در نظر بگیریم، ببین این قسمت رو دقت بکن. اینجا قبل از اینکه چنج آف کاراکتر رخ بده، یه دونه بریک آف استراکچر دیگه ما داشتیم. اوکی، اینو در نظر داشته باش که رفته بالا نقدینگی جمع کرده، بعد اومده پایین و ادامه ماجرا. ولی بیا تصور بکنیم که قبل از اینکه بره نقدینگی رو اینجوری جمع بکنه، از اینجا یه دونه قله بالاتر بسازه، یه دونه بریک آف استراکچر جدید بسازه، قبلش شروع میکنه به ریزش. یعنی میاد به اینجا که میرسه به این صورت، یعنی قبل از اینکه از این قله قبلی عبور بکنه، این مقاومت اینجا اوکی روند رو زیر خودش نگه میداره. اینجوری بیا فرض بکنیم، اینجوری تصور بکنیم. هرچند معمولا وقتی همچین شرایطی میخواد رخ بده، این قله رو که نگاه بکنیم، این یه ذره ازش اومده پایین‌تر. خب معمولا چنین اتفاقی میفته. خب حالا ممکنه با شادو باشه، ممکنه خیلی ناچیز باشه، اصلا در نظر گرفتنی نباشه، ولی حالا در هر صورت اگر چنین چیزی دیدیم، باز هم این حمایت قبلی بود. اینجا تا الان به عنوان حمایت در نظر ما بود، بریک آف استراکچر داشتیم دیگه. اینجا درسته، اینجا دنبال اوردر بلاک بودیم برای خرید دیگه، که خریدش هم موفق بوده، ولی بعدش میاد میشکونه این حمایت رو. اوکی، اومده بعدن این حمایت رو شیکونده، عین بریکر بلاک. منتها تفاوتش چیه؟ نرفته اول این یکی رو بشکونه، اینجا یه دونه بریک آف استراکچر به ما بده بعد بریزه، قبلش برگشت اومده پایین و این حمایت قبلی رو شیکونده. حالا ما دیگه به این بریکر بلاک نمیگیم، اصطلاحاً بهش میگیم میدیگیشن بلاک. این دیگه برای ما بریکر بلاک نیست، این میدیگیشن بلاک هستش اصطلاحاً. چرا؟ چون نرفت اینجا نقدینگی جمع کنه برگرده پایین، از همین مقاومت اینجا برگشت اومد پایین. در هر صورت عین بریکر بلاک عمل میکنه و باعث ریزش قیمت میشه در همچین شرایطی. البته اگر معکوس باشه طبیعتاً باعث رشد قیمت میشه. یعنی به جای اینکه مثلا رفته باشه اینجوری بریک آف استراکچرهای سعودی داشته باشیم، اگه از پایین داشته باشیم و برگرده بشکونه بیفته روش، باعث رشد قیمت میشه. آقا بریم روی نمودار ببینیم چی پیدا میکنیم برای میدیگیشن بلاک. خب اینجا توی این قسمت یه نمونه از میدیگیشن بلاک رو ما داریم. اینجا بریک آف استراکچر داشتیم، رفته بالا، ببین به اومده به این قله قبلی رسیده، از همینجا برگشته پایین، نرفت یه دونه قله جدید تشکیل بده، اومد پایین، از ارده بلاک این ناحیه عبور کرد. بعد از اینکه عبور کرد برگشت بهش واکنش نشون داد و ریخت. این برای ما میدیگیشن بلاک در نظر گرفته میشده و اینجا میتونستیم وارد معامله فروش بشیم. چه جوری؟ قیمت میاد بهش میرسیده، این کندل رو که میدیدیم، بازگشت قیمت رو که احتمالش رو در نظر میگرفتیم، اینجا میتونستیم وارد معامله فروش بشیم. استاپ لاس خودمون میذاشتیم بالای ناحیه و ریسک ریوارد فوق العاده ای هم معمولا بهمون میده. اینجا باز دوباره همین ماجرا رو داشتیم. توی این صحنه بریک آف استراکچر رو داشتیم، POS رو داشتیم، بعدش اومده بالا به این اوردر بلاک اینجا واکنش نشون داده، رفته بالا، ولی دره جدید تشکیل نداده، برگشته اینو شیکونده در ادامه. وقتی که شیکونده، ببین تبدیل به حمایت کرده اینجا رو. این میدیگیشن بلاک برای ما در نظر گرفته میشده، میتونستیم باهاش وارد معامله فروش بشیم. بعد از اینکه بیس رو دیدیم و یا بازگشت قیمت رو ازش متوجه شدیم، میتونستیم وارد معامله خرید بشیم و ریسک ریوارد فوق العاده ای معمولا بهمون میده این استراتژی. اینم از میدیگیشن بلاک. این دوتا رو حتما با همدیگه تمرین بکنید دوستان، موقعیت‌های مشابه ازشون رو ببینید. مفهومشون فقط یک مقدار با همدیگه متفاوته، ولی کاربردشون و کاراییشون یکی هستش. توی نمودارهای مختلف در موقعیت‌های مختلف این بریکر بلاک و میدیگیشن بلاک رو
پیدا بکنید، هم صعودی هم نزولی باهاش معاملات خودتون رو، پوزیشن های شورت و لانگ رو باهاش ست بکنید و تمرینشون بکنید تا تو قسمت بعدی میخوایم باهاشون به طور زنده معامله بکنیم. با کل چیزایی که یاد گرفتیم توی قسمت بعدی میخوایم دنبال موقعیت‌های خرید و فروش بگردیم و معاملات خودمون رو با استفاده از اسمارت مانی پیش ببریم و اگر نکته جا مونده باشه توی اون قسمت‌ها میخوایم تکمیلش بکنیم. امیدوارم از این قسمت لذت برده باشید. تا قسمت‌های بعدی خدایا رو نگهدارتون.